در این ویدیو 10 راز شگفت‌انگیز و کمتر شنیده شده از آلبرت انیشتین نابغه فیزیک رو فاش خواهیم کرد. جالبه بدونید انیشتین در دوران کودکی به کندذهنی متهم شده بود، ولی مغز او پس از مرگش دزدیده شد و به 240 قطعه تقسیم شد. 1. کنجکاو باشید. انیشتین معتقد بود که کنجکاوی موتور متحرک علم و دانش است. او می گفت اگر کنجکاو نیستید هیچ دلیلی برای یادگیری وجود نداره. 2. سوال بپرسید. از پرسیدن سوالات نترسید، حتی اگر سوالات ساده یا احمقانه به نظر برسند. انیشتین می گفت تنها سوال احمقانه سوالی است که پرسیده نشود. 3. تخیل خود را به کار ببرید. از تخیل خود برای حل مشکلات و یافتن ایده های جدید استفاده کنید. انیشتین می گفت تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است، اما تخیل تمام دنیا را در بر می گیرد. 4. خلاق باشید. از امتحان کردن چیزهای جدید و یافتن راه حل‌های خلاقانه برای مشکلات نترسید. انیشتین می گفت خلاقیت هوش در حال تفریح است. 5. اشتباه کنید. از اشتباه کردن نترسید. اشتباهات فرصتی برای یادگیری هستند. انیشتین می گفت کسی که هرگز اشتباه نکرده هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است. 6. ساده باشید. سعی کنید مسائل پیچیده را به زبان ساده بیان کنید. انیشتین می گفت اگر نمی توانید چیزی را به زبان ساده توضیح دهید، به اندازه کافی آن را درک نکرده اید. 7. مستقل باشید. از تفکر مستقل و انتقادی نترسید. انیشتین می گفت همه چیز را زیر سوال ببر، حتی نظرات خود را. 8. صبور باشید. صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید. موفقیت به زمان نیاز دارد. انیشتین می گفت نبوغ 1% الهام و 99% تلاش است. 9. خوشبین باشید. به آینده خوشبین باشید و به دنبال راه حل برای مشکلات باشید. انیشتین می گفت دنیا جای خطرناکی برای زندگی است، نه به دلیل افرادی که شرور هستند، بلکه به دلیل افرادی که کاری در برابر آن انجام نمی دهند. 10. به ندای درونی خود گوش دهید. به جای اینکه فقط به دنبال موفقیت باشید، به دنبال کاری باشید که به آن علاقه دارید. انیشتین می گفت تنها راه برای انجام کارهای بزرگ عاشق شدن به کاری است که انجام می دهید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید. برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.